موجود در زیر درخت زردالو هست. عموما در ترکستان حدود 130-140 نمود زردالو هست. زردالو ها گوناگونه. از ترکیب زمین هم مزه لذت زردالو تغییرات های زیاد دارد. مثلا من اگر شما گفتم اون چیزی که رسپتی که من داده بودم زردالو، دولانی دیگر چیز، همین زردالو اگر هر یک شخصیت اگر روز وقتی خوب میشد خوب میکن بعد آدم ها زردالو خوب میکن دوریون میکنه بسیار 4-5 دانگی اگر خورده استید ولی شما موتوری ماشین موری نفت رو کم داشتم بود. هر چیزی دیگر است. مغز زردالو اگر بینید شکل دل داره. یک زنی از وسیع گفته است که من هر روز 2 دانگی 6 دانه مغز چهارمغز رو میخوردم در دوام 1 ماه دیگه من نقش شد. و وقتی که زردالو میشکنید مغزش میگیره در بالای وی کوچک هست حرکه میکنه. دوره های جنگ با آدم ها گفتگی همچنین گشنگی شد که ما حرکه زردالو ارد کرده میخوردیم. یعنی که آدم های دانشمند بودیم که همین حرکه ترکیبش کلسی زیاد دارد و من اینو بسیار برای آدم رو گم میزنم میگم که از همین کنسر کمیونیت شهری اسپارا یک کس همون موسر بوده هفتگی ارد کرده برده در مسکو $60,000 رو فروختگی کمپانی کوفی همینه گفته کوفی که آموخته کرده کسی که همون کوفی نوشد بقواد میشد با میکوباد که همیشه کوفی یافته استفاده کنند. در امریکا هم همیشه دارو میبرونن حدود $80 رو میفروشند. نه که ما همین استفاده بوده نمیتوانیم برای که دانش نداریم سواد درباره زردالو دیگر چیز نداریم. از آن جمله همین شلم زردالو من بسیار طریقای خلطه رسیپتی همکاری دارم برده همونه با دادم کار علمی بودیم. یعنی که وقتی که زیر زمان گفتیم میمرکه کار دل نرد میشد زخم میده روده باشد نرد بالای یره محکم عوض کرده میخواد دارد. حالا یک خودی زردالو بینید چقدر خصوصیت های کالوریتی داره. اگر شما همین استفاده برید من چیزی آخرینش گفتیم هستم که برگ زردالو ما دیگر چای کبود و چای فامیل کم استفاده برید. همین کنده خوش کرده میمونه چای با اندازه شما نزون دید بود. همه جای تاجیکستان پوری همین جای. در داروخانه های هندوستان چای همین میفروشند. مثلا در خطه‌های حاضر حدودی 1000 نمودی چای هست. خود $2,500 1 کیلو. همین بیها جمع میکنه برای همین یک قدر مردم زیاد اهالیت تامین کرده میکنن. جای کار استحصالات هست فروخته میکنن. خوشبختانه امروز من در تاجیکستان هم بسیار کارخانه‌های زیاد پیدا شده است.